مخاطران عزیز ارجمند هستم. ما را همراه باشین. تنها نگذارین. یک شخصیت خیلی والایی در کنار ما هستن، آقای نور آقا. تلاش به هستن که ایشان رئیس نهاد نسل نوین و نوین گروپ در ولایت تخار هستند و بیشتر صحبت ها در مورد وضعیت امنیتی در ولایت تخار می داشته باشیم. سلام، صبح بخیر. صبح زیبای شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم نثار شما و همه بیننده های عزیز تلویزیون جهانی خورشید و خصوصا برنامه زیبای صبح خورشید. بخیر، ممنون از شما. خیلی خرسند شما در کنار خود داریم. خب آقای تلاش، بیشتر صحبت ها در مورد وضعیت امنیتی ولایت تخار میشنیم از شما که وضعیت امنیتی حالا چگونه است؟ ممنون شما. با کسب اجازه باز هم امنیتی تخار و وضعیت امنیتی تخار در این جای شکی نیست که در این اواخر عموما ولایات افغانستان نسبتا ناامن هست. بله. و تخار هم ناامنی های خود داره که نباید از این چشم پوشی بکنیم که اکثریت ولسوالی های تخار فعلا ناامن هست، اما خوشبختانه که به اثر سعی و تلاش شخصی والی ولایت، فرمانده امنیه و رئیس امنیت ملی که واقعا مدیران کارا هستند، اینها وضعیت تحت کنترل دارن و هر لحظه شب و روز زحمت میکشن تا وضعیت بهتر بسازن. اما نگرانی ها از نبود امنیت وجود داره که متاسفانه این تنها در تخار که در سطح افغانستان و خصوصا که پایتخت افغانستان که شما شاهدش هستین با تمام تجهیزات مشکلات خود داره، هر لحظه انتحار و انفجار هست. و خوشبختانه که با اثر سعی و تلاش این بزرگا و فعلا از چندین مواردی که به حساب انتحار انفجار بوده جلوگیری صورت گرفته و تا حدی نسبتا امنیت خوب است در تخار و این نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اینها نیاز به حمایت دارن، نیاز به همکاری مردم دارن، نیاز به حمایت گسترده حکومت مرکزی دارن که اینها باید از طریق از اینها حمایت صورت بگیره و اینها را لحظه تشویق بکنه تا اینکه روحیه مانتیم نیروهای امنیتی مانه و حمایت نکنیم و مردم حمایتشون نکنه، هیچگاه اینها به موفقیت دست پیدا نمیکنن و اینها برای تامین امنیت مردم موثر قرار نمیگیرن. بله واقعا. خب شما از امنیت اشاره داشتین، میخوایم در مورد جوانان هم بیشتر بدانیم و بشنویم از شما که چقدر فعال هستند و در کدام عرصه ها بیشتر فعالیت دارن جوانان و بخصوص بانوان. ماشاءالله. خب با تایید حرفای شما بانوی گرانقدر، فعالین مدنی در ولایت تخار، خبرنگارای تخار و بانوان مبارز ولایت تخار خوشبختانه از اکثریت ولایت ها فعالیت هایشان گسترده هست، فعالیت هایشان خوب هست و هر لحظه برای بهتر شدن وضعیت و برای اصلاحات در ادارات محلی تخار گام برمیدارن که نباید ما نادیده بگیریم. امیال رهبری نسل نوین که اکثریتش بانوها هست خوشبختانه که خیلی دستاورد داره و ما هر لحظه کوششی به ایره داریم که تا موثر قرار بگیریم و مصدر خدمت برای مردم شرافتمند تخار قرار بگیریم که بانوها دوش با ما حرکت میکنن در اعتراضهای مدنی، اینها سهم میگیرن و برای بهبود وضعیت تخار اینها همیشه سهم میگیرن و فعالیت‌های خوبی را ما در این قسمت داریم. اما یک چیزی را که میخوایم اشاره بکنم و این پیام بانوها بود و پیام اکثریت بانوها بود و پیام جوانای تخار بود که ما باید این پیام برای مردم برسانم و برای مسئولین برسانم و این است که متاسفانه ادارات محلی تخار، اکثریت ادارات یعنی مخصوصا محاکم تخار، سارنولی تخار غرق در فساد اداری و اخلاقی هست که متاسفانه این مشکلات وجود داره و از این ناحیه مردم رنج میبره که ما بر رسم اعتراض یک دوسیه که تقریبا 120 صفحه هست که قضیه سرقت هست که تا به حال 1 سال بیشتر میشه تا به حال بررسی نشده، رویش کار صورت نگرفته که متاسفانه وقتی که ما به عنوان فعال مدنی و به عنوان کسایی که واقعا یعنی حرفی به گفتن داریم وقتی که در حق ما ظلم صورت میگیره، او طبقه مظلوم بیچاره که نه از حق حقوق خود خبر هست
و نه میدونه که حق ما چی هست، بالاخره او بیچاره خو حتما به حقش ظلم میشه، او بیگناه بندی میشه، بله. در حق از ظلم صورت میگیره که این پیام اکثریت بانوها بود که ما باید این پیام برسونم. تلاش میخوایم در جریان همین حرفایتان میبخشین صحبتتون قطع هم کردم، میخوایم در مورد فساد در سانوالی تخار هم بشنویم که چگونه هست، آیا کاهش پیدا کرده یا روز به روز رو به افزایش هست؟ میشنویم از شما. دقیق. بعد از آمدن والی ولایت که فعلا آمده و رئیس امنیت ملی که واقعا یک جوان کارا هست، فرمانده امنیت، بعد از آمدن از اینا واقعا ما برنامه‌های خیلی خوبی از او پیش هم داشتیم، همیشه صدا بلند میکردیم که باید در قسمت اصلاحات بیاد، که خوشبختانه بعد از آمدن ایسی مسئول اینها به حرفای ما پاسخ دادن و ما یک برنامه بسیار بزرگی را رهبری نصیر نوین در رابطه با گفتمان مبارزه با فساد اداری ما انجامش دادیم و از ادارات ما عملا رفتیم با والی ولایت بررسی صورت گرفت و ما خواستار از این بودیم که بالاخره اصلاحات در ادارات بیاید که خوشبختانه فساد اداری و اخلاقی کاهش پیدا کرده و ما کوشش به این داریم که ان شاءالله به یاری پروردگار ما پایین سطحش پایین بیاریم، بر نحوی ان شاءالله که اصلاحات آمده و اصلاحات خواهد آمد. انشالله که آرزومند هستیم همین کنه باشه. خب نگرانی مردم چقدر زیاد است به دلیل اینکه حالا اگر این همه کاهش پیدا نکنه، این همه مشکلات روز به روز کم افزایش پیدا کرده، برای طبیعی است که نگرانی ها هم زیاد میشه. پس میشنیم در مورد نگرانی هموطنان هستیم که حالا در ولایت تخار بود باش دارند و گفتین نهاد شما بیشتر در کدام راسته ها فعالیت داشته، در این مورد هم میشنیم. خب دقیقاً وقتی که در جایی که کار باشه اونجا مشکلات وجود داره، این را ما میپذیریم که نگرانی مردم از این هست که بالاخره یک حکومت کارا باشه، در خدمت مردم باشه، جلوی فساد بگیره و مردم در آسایش و در امنیت زندگی بکنه، در آرامش زندگی بکنه، که این خواست مردم هست و خواست دقیقاً خواست ما هم هست. وقتی که یک هموطن ما مراجعه میکنه به ادارات محلی تخار، خصوصا در محاکم و سارنوالی، وقتی که مراجعه میکنه به خاطر حل مشکل خودش، باید در اونجا عدالت ببینه. وقتی که عدالت در یک جامعه حکم فرما نباشه و از طریق دولت عدالت تامین نشوه، مردم فاصله میکنه، مردم آزرده میباشه، بالاخره هیچگاه اینها رضایت کامل بعد از حکومت نمی داشته باشه. به او خاطر من صدا بلند میکنم به حکومت مرکزی و به بزرگایی که اینجا حضور داره که بالاخره در سطح افغانستان شما کوشش بکنید که وقتی میخواین یک حکومتی کارا باشه جلوی فساد بگیرین. وقتی که فساد جلوش گرفته شد، من مطمئن هستم که رضایت مردم شما به دست میارین و حکومت موفق میباشه. ما میخوایم پایه های حکومت مستحکم باشه، ما در کنار حکومت خود هستیم، اما وقتی که بی‌عدالتی وجود داشته باشه، حتی در استخدام مثلا بی‌عدالتی وجود داشته باشه، خدا شاهد است بانوی گرانقدر، من کوتاه براتون اشاره میکنم، من میال در بخش روابط بین الملل من ماستری دارم، 4 کتاب اثر تحقیقی دارم، شخصی خود من مثالش که من از آدرس جوانا حرف میزنم. وقتی که من تقریبا 5-6 سال شده که من بیکار هستم، هزارها سی وی بازارها مؤسسه خارجی با انجوها و با ادارات حکومت مرکزی و محلی دادیم تا به حال برای ما وظیفه پیدا نشده. این درد ما هست. وقتی که ما خب بالاخره خسته میشم، آزرده میشم، خب امیال اکثریت کسایی که در رده های خوبی حکومتی قرار داره، خدا شاهد است اگر لیاقت هیچ یک از جوانای ما را داشته شما در کجا میبینین آقای تلاش که مشکل عمده در کجا است که بالاخره یک فرد اینقدر به زندگی خود میرسه، تحصیل میکنه، تحصیل ادامه میده، ماستری میگیره، دکترا میگیره، این همه که سپری میشه و امید از این داره که بالاخره بیاید در کشور خود خدمت کنه تا بتونه که به می هموطنان از خود مؤسسه شوه و همیشه کارهای زیادی داشته باشه. مشکل عمده را شما در کجا میبینید که به همچون جوانان موقعی داده نمیشه که برند یک کرسی بنشینن و کارهای خود انجام بدن؟ خب مشکل اساسی را ما در فساد میبینیم. وقتی که گفتم پیشتر که وقتی که اگر در حکومت یعنی همیشه سلیقه‌ای برخورد بله، قومی صورت سلیقه‌ای صورت میگیره، قومی صورت میگیره. مثلا تویی که در
تنظیم نباشی، در یک حزب نباشی، هیچگاه وظیفه گرفته نمیتونی که هر قدر لیاقت داشته باشی، استعداد داشته باشی، اگر رشوه ندی به جایگاه رسیدن نمیتونی، اگر واسطه قوی نداشته باشی هیچگاه روی وظیفه را نمیبینی. این واقعیت جامعه است که ما باید این کار نباید کرد. این ما با جرأت میگم که صدها مدارک و اسناد و شواهد هم در این قسمت دارم که این درد هست. متاسفانه مشکلات وجود داره، تا که ما به خدا که در صدها موارد رفتیم سی وی خدا پیش کردیم، لیاقت و شایستگی خدا پیش کردیم، برای ما گفته که برادر این قدر پول اگر میتی این موقف از تو هست، اگر پول نمیتی هیچ. میره دقیقاً که اسناد دارم. و در قسمت کوتاه، در قسمت فعالیت ها و هدف رهبری نسل نوین و نوین گروپ که 4 نهاد ما در تخار رهبری میکنیم، شما اشاره کردین و نشد که کوتاه برش اشاره بکنم و میخوایم کوتاه اشاره بکنم که تقریبا 70% ما دست برای بانوا کار میکنیم، برای حق و حقوقشان کار میکنیم، برای اطفال یتیم و مثلا فقیر و اطفال خیابانی کار میکنیم و برای جوانا و از حق و حقوق جوانای بله از حق و حقوق جوانای کار میکنیم که متاسفانه او محروم هسته، او در حاشیه قرار گرفته. که شخص خود ما هستیم، درد داریم و امروز از درد صدها جوان دیگه ما با خبر هستیم و از حقشان دفاع میکنیم. ان شاء الله آرزومند هستم روز برسه که به تمام این مشکلاتی که حالا دارین حل شود و رسیدگی صورت بگیره تا همو آرزویی بر دل دارین برآورده شود. ممنون از شما. خیلی کوتاه اشاره میکنم. من پیشتر از می دوسیه حرف زدم. ما با بزرگا صحبت میکنم که از تخار علی آمدیم به این مقصد آمدیم که بالاخره باید صدا بلند شود، اگرچه انتحار انفجار است. من جانم فدای هموطنایم، مشکلی وجود نداره. ما به رسم اعتراض میخوایم که در دربی دروازه محکمه یا سارنولی ما یک دوسیه را به رسم اعتراض باید آتش زده شود یا بالاخره پاره شود. چرا؟ بالاخره یک دوسیه 3 سال 4 سال دوام پیدا میکنه در ادارات. وقتی که مشکل وجود داشته باشه بعد راه حل برش پیدا شود. در کل از رهبری حکومت محلی تخار برای که ما را در این راستا همکاری کردن و تشویق ما کردن که باید مبارزه بکنیم در قسمت فساد و حمایتمان میکنن. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما هم جهان سپاس. اگرچه میگن در کشور هستیم که راست گفتن گناه هست ولی ما هیچگاه البته قدم خود به عقب نمیگذاریم، همیشه پیش میریم و انشالله که راست چیزی که هست، چیزی که واقعیت است باید برملا گفته شود. ممنون از شما. همیشه سپاسگزار شما. پیروز سربلند باشید. حالا هم وضعیت آب و هوای افغانستان را با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. ما را همراهی کنین و تنها نگذارین.